محترم دانشگاه علم و صنعت، همان گونه که مستحضرید در پی حضور غیرقانونی کوچکزاده یکی از نمایندگان حامی دولت و از راه یافتگان به مجلس هشتم بار دیگر لکه ننگی بر دامن دانشگاه علم و صنعت نشست. پس از توهین، فحاشی و برخورد فیزیکی نماینده چکمه‌پوش مجلس هشتم با دانشجویان، برگزار کنندگان مراسم بسیج دانشجویی و صادر کنندگان مجوز این برنامه غیرقانونی، هیئت نظارت بر تشکل‌ها به ریاست رئیس انتصابی دانشگاه نه تنها حاضر به عذرخواهی نشدند، بلکه با سکوتی معنادار مهر تأییدی بر عمل قبیح چکمه‌پوش مداح دولت زدند و بیشرمانه و دور شدن هرچه بیشتر دانشگاه از هویت خود صحه گذاشتند. بار دیگر با تأکید بر تقبیح این فاجعه و اعلام انزجار از آن اعلام می‌نماییم چکمه‌پوشی که ادعا دارد نماینده اراذل و اوباش نیست، بر اساس کدام موازین انسانی، شرعی و قانونی اقدام به برخورد فیزیکی با دانشجویان کرده و به آنها توهین می‌کند. ریاست دانشگاه که باید پشتیبان دانشجو و حافظ حرمت دانشگاه باشد، چگونه می‌تواند به این آسانی محیط مقدس دانشگاه را به منافع خود بفروشد؟ در قبال قطار بندی و عربده‌کشی گروهی خاص و چکمه‌پوشی معلوم الحال سکوت پیشه کند. لازم به ذکر است تکرار فاجعه‌ای از این دست بار دیگر با این روش پاسخ داده نخواهد شد و تاوان سنگینی برای عاملان آن خواهد داشت. ممنوع باید گردد. ورود چکمه‌پوشان ممنوع باید گردد. ورود چکمه‌پوشان ممنوع باید گردد. ورود چکمه‌پوشان ممنوع باید گردد. ورود چکمه‌پوشان